تا حالا شده وسط یه گفتگو ناگهان مثلا از کوره در برین و بعد با خودتون بگین این چه کاری بود من کردم، این چی بود من گفتم؟ همه ما اون لحظات رو، اینجور لحظات رو تجربه کردیم. وقتی احساسات بالا میان، ذهن منطقی ما کاملا قفل میکنه و خاموش میشه. اون موقع دیگه مغز ما دنبال جواب درست و حقیقت نیست، دنبال بقا میگرده. در حقیقت دنبال اینه که شما رو از ترس، از درد یا از تهدیدها محافظت کنه. اما بعد که آروم میشیم، آروم میگیریم، منطقه برمیگرده و اون وقت میفهمیم که اصلا واکنش ما از روی آگاهی نبوده، از روی ترس بوده. بنابراین راهکار خیلی مناسب و خوب تو این وضعیت اینه که وقتی که اون احساسات شدید اومد، اول یه پاز بدیم به خودمون، یه فرصتی به خودمون بدیم تا آگاه بشیم. این البته نیاز به تمرین داره و اینجاست که ما میتونیم یاد بگیریم که هر بار که میخوایم پاسخ بدیم اول یه نفس عمیق بکشیم، به خودمون این فرصت و این فضا رو بدیم که اون احساس رو درکش بکنیم و اون آگاهی رو در حقیقت بیاریمش بالاتر تا بتونیم از روی آگاهی حرف بزنیم، نه از روی واکنش، به قول معروف از روی ترس. و این میتونه کلید خیلی مهمی باشه برای تغییر دادن اون الگوی احساساتی شدن و هیجانی تصمیم گرفتن و واکنش نشون دادن. این رو همیشه به یاد داشته باشید. ذهنیتت رو تغییر بده، زندگیت متحول کن.